زمانی که نادرشاه از فتح هند به ایران برمیگرده، وزیرش میرزا مهدی خان از اون درخواست میکنه که به خاطر این پیروزی به زیارت عتبات توی عراق برن. اما نادرشاه میرزا مهدی خان رو مسخره میکنه و بهش میگه شما شیعه ها مرده پرستین. چرا باید برای سلام کردن به کسی برم که صدها سال قبل فوت شده؟ وزیر به نادرشاه میگه که ظاهر قضیه درسته، اما این آقا معجزاتی داره که مردم مدام ازش مینویسن که شراب توی حرم امام علی خاصیت مست کنندگیش رو از دست میده و تبدیل به سرکه میشه و یا حیوان نجس به اونجا وارد نمیشه. نادرشاه با شنیدن این حرفا ترغیب میشه و دستور سفر به نجف رو میده. وقتی به اونجا میرسه، شیشه شرابی که با خودش آورده بود رو باز میکنه و میبینه که بوی سرکه از اون بلند میشه. بعدش دستور میده به یه سگ زنجیر ببندن تا اونو وارد حرم کنه، اما هر چی تلاش میکنه سگ وارد نمیشه و حتی زنجیر پاره میشه. وقتی نادرشاه این معجزات میبینه، دستور به طلاکاری گنبد امام میده. هزینه این کار خیلی سنگین بوده، اما نادرشاه پیشکش‌هایی رو به خزانه حرم اهدا میکنه و میگن که هنوز هم موجوده.